اگر به نهایت خطا میخواند حتی به معنای که سوره فاتحه هم درست خوانده نمیتواند، معناها غلط میشده باشد، مانند انعمت علیهم به جاش انعمت علیهم خواند مثلا، مضمون تماما تغییر یابد. بله، باید در این صورت اون امام آخر اصلا مادامی که شما قرائت امام خطا بودنش فهمیدید، این دلالت میکند که شما نسبت او قاری تر هستید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ام القوم اقرأهم لکتاب الله، برای مردم حافظترین مردم باید امامتی کند. همون مردم مسجد، اداره همون مسجد مرکز اسلامی بودگیست، درایتان شکایت کنید تا اونجاها به هر حال آزادی سخن هست، یعنی ضد امام سخن کنید در حال زندان نمیشید. درایتان سخن کنید تا که برادر خوب هستی که من نمازهای پیش میگذاری، آدم خوب هستی، یا که دیگر آدمشه گویتون که آخه آدم قاری مانید، من مثلا در همین محله فلانی قاری هست. بعضی قاری های کارگر هم هست، اونجا ماشین بیزنس کاری میگردن، وقتشان در قاری بودن پور، همون قاری های بیاریتون آخر اقلا تراویح بگذارد، نانی توی نمیخوریم، اویلیگ نمیگیریم، فقط همین امامتی بگذار، همین آدم به تجوید است، همین آدم گذارد. گفته یک گپی نیکتی فهمانیتون با اینکه مردم هم یک در ماه رمضان لذت عبادت فهمند، این کار است. اگر این کار کتی نشود و دیگر مسجد نباشد و قرائتش به درجه غلط باشد که معنا و ایرامه شده باشد، در این صورت خدا تانجا موعد شویتون در دیگر جا، نه در آن مسجد. لیکن همین گفتگی هم اول امام حرکت کنید تو یکان قاری پیشنهاد کنید بدون که امجا قاری های خوشاوازو به تجوید تر نسبت این آدم بی خفگی همین گذرانیم، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که به مردم قاری ترین مردم امامتی کنند. خب اگر رفت و کم و بیش خطاگی داشته باشد تجویدش، نماز شما درست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که حالا یک امام های به شما امامتی میکند که یصلون فإن اصابوا فلکم ولهم، اگر آنها درست نماز خوانند بر فایده آنها و بر فایده شما، فإن اخطأوا، اگر خطا خوانند فلکم و علیهم، بر فایده شما و بر ضرر ایشان افتاد. یعنی شما فایده میگیرید چون شما مقتدی هستید، شما طهارت دارید، شما با نیتی نیک به مسجد آمدید، شما ثواب میگیرید، اونا نمیگیرن. یعنی همین سه حالت با بینیتون کنی چه خیر میشد. برادرها به هر حال درایتون رئیسی مرکزی اسلامیش کتی صحبت کنیتون، فهمانیتون. اینه یک شما از دیگر ملت ها هم شاید اونجا عرب ها هست در کره آخر قرائت غلط میفهمد. بله استاد اینجا در ما هم قاری هم هست، در داخل مسجد هم همون قاری وجود داره، اما یک دو تا در حالت تجوید یا که در مضمون خطا باشد، این تا همین 20 رکعت در هر یک کدامش هسته خطاش، حتی در سلام دادن السلام علیکم و رحمت الله نمیگد و سلام علیکم میگد، حرف صرف الف لام ترک میکند. بله نه خیلی مضمونش تغریه لیکن به هر حال السلام علیکم و رحمت الله. خیلی نو کنیتون امامه پیشنهاد کنیتون، شکایت نویستون، خطی هست، دهانی هست، گویتون که آدم قاری ما، یعنی یه بار به نماز 2 رکعت گذشته بیند، یا اقل گویتون که بیا 10 رکعت چه این خونه، 10 رکعت چه این خونه، یک 4 تنگه جمع کرده تیتونو تو نه برو گویتون. یا معظم بوده است، بسیار معظمی، آوازش گوش خراش، اهلی محله بیزار شد، یعنی از اذان همین آدم اصلا چرا آوازش بیزه بوده است. پول جمع کردن دادیم گفتن که شما کن در هفته دیگر مسجد های هم اذان گوید، اونها هم از اذان شما بهره مند شود. پس که اونها از دیگر مسجدها پولی کلام میدادن، از مسجدی ما را گفته. یعنی یک اسلوبی نیکی که خفه نمیکردگی، اسلوبی نیکی که گویتون که برادر بیا کن ما نمی آدمای سزاوار گذرد تو و دیگر وظیفات انجام دادن گیر برای ما، نه آیلی که مسجد در کار، نه منصبی امامتی در کار، فقط ما که همین آدم نماز گذارد ما چی
لذت بریم از نماز گفته خواهش کنید. بعد اینکه بعد شام پیش از نماز شام ما وارد شدیم بر وقتر به مسجد که دیدیم که در حال فقط روزی شنبه میکنن این کار، شنبه یک شنبه انا اینو مثل مولود میخوانی یا در ما میخوانن هم خیلی برین یک سوره به لفظ خودشون میخوانند و رقص و بازی رقص میکنن. رقص و بازی؟ بله در داخل مسجد بالای اون مسجد است یا اجاره گرفتگی یگان جای؟ خب خلاصه هم خیلی که اگر اونا منپالی کردگی باشن مسجده علاکه پول بنگلادش ها دادگی باشن هم خیلی در همین کشورها که مثلا مردمش اساسا مسلمان هستن، مسلمان های رفته اون مسجده که خریدگی باشد امام همون ها تعیین میکنن. به هر حال یا مراتب فهمانیتون که این دینی مقدس اسلام ملت از ملت جدا نمیکنه. تاجیک است، بنگلادش است، پاکستانی است، هزار باید گذرد. نه مسجد بنگلادش ساخت می باید بنگال امامتی کند، نه این خیلی معنا ندارد، نادرست است. همین کموتوم همین ملیگرایی هم منده هسته. مسجد ما هم یک امامش هندی هست، هندی هندوستان نه، هندی که در بریتانیا به دنیا آمده است، در همین اروپا حافظ قرآن شده است، آوردین به مسجد امامتی ماندین، لیکن همین کوشش میکنه در صورتی نبودن امامم یا پاکستانی یا هندی یا بنگلادش گذرد. اینا یک ملت هستن تقریبا، همشون دریای خودی تاجیک و ازبک برین همسایه ها از عرب های نمیمونن که گذرد. یعنی این چیزا نادرست است، یعنی ملیگرایی، یعنی کذاب و مضر خیر من صادق ربیعه، میگفتن که دروغگوی مضر بهتر از راستگوی ربیعه. یعنی خیلی اعتقاد داشتن، یعنی میگویم که یا آدمی بدترینی کنی بودم از بهترینی اسفره بهتر است. در نظر من گویم این غلط است. یعنی باید ما همین هر کسی که از کنی بودم است باید طرفش گیرم اگر چی به خطا باشدم، این نادرست است. ما باید جانبداری از حق باشیم، جانبداری از سزاواره به پیش گیریم، نه به ملتش نگاه نکنیم. چون که اینما البته در نزد الله سبحانه و تعالی آدمی با آبرو، آدمی بزرگ این از نگاه تقوا هست، نه از نگاه رنگ و پوست و زبان. آدم سیاه پوستش در پیش الله تعالی از ما بهتر است. یک آدم عجم است در پیش الله تعالی از عرب بهتر است. فرق در نزد الله تعالی با تقوا هست، نه با رنگ و روی و پوست و ملت و زبان و فهمیدید. این چیز باید مسلمان ها درک کنن. یعنی همین چیز اگر رفت و همین تاجیکای خودم همین کار هست، همین مسجد تاجیک ساخته باشد، نه امامش باید تاجیک باشد، اگر چی خوانده نتاندم، اگر چی علم نداشت، این کارا نادرست است. بگذار علم دار گذرد. ملت شما همه ما برادر است. انما المؤمنون اخوه. او سیاه هست، اندونزیایی هست، بنگلادشی هست، و همه ما برادر هستیم. کسی سزاوار باشد همون گذرد، همه خیلی برادر. اگر امکانیتی این کارا نباشد میتونید مثلا اگر 20-30 نفر باشتون یک جای اجاره گیرتون، یک مگزین است، یک سکلاد است، اجاره گیرتون همونجا خودتون خاریتون پیش بگذارتون. شما هم اونا نه مسجد کشیدین، فقط همین ما باید در مسجدی اونا خانیم، ما هم کشویم خیر. در مسجد کشیدتون شما هم تاجرات دارتون، میلیون ماشین میزند از تاجیکستان به خوجند، هم مسجد کشوین آخر در کریه. یک دوکان گوشتی حلال کشاین، فقط همین ماشینت پول بزنید و فایده کنید و تمام. این هم پول میبیارد. همون یک مسجد خریدتون یا اجاره میگیرتون، در پیشش یک دوکانی حلال، یک گوشتی حلال تشکیل کنیدتون، از حساب همون مغازه گوشتی حلال و مغازه حلال مسجد مشکلاتش و نلاگش و آب و برقش حسابش میبریدتون. میلیون کدی بیزنس کردن میدوندم، میری در مسجدی بنگال و عربا نماز میخونی، هم مسجد کشایتون آخر تاجیکا.